چرا ناراحتی؟ به این چیزا باور داری؟ آخه بخشی ما قسم قبل هنوز جواب سوالتو نگرفتی؟ نه. نمیدونی شیفت چیه؟ نوچ. نمیدونی متد چیه؟ نمیدونی کلون چیه؟ نه. میدونی در رو چند لیموناد میخوری؟ نه. خب یه اپ بدونم دانلود کنم. خیلی بهتر میتونی آب و درتو مدیریت کنی. خب داشتم میگفتم کلی سوال در مورد شیفت داری ولی جوابشون نمیدونی؟ نه. کلی سوال شیفت داری ولی جوابشون نمیدونی؟ نه ماریا نمیدونم. با پکیج کامل جوابهای شیفت به همه جوابات میرسی. همه داره ازت خوشم مایا. آره فقط کافیه همین الان تو کامنت ها کامنت کنی خیلی دوست داری ماریا. این اصلا کاری نداره. دوست داریم تو رو ماریا. کامنت کردی؟ اگه چشمات بگن آره اصلا کاری نداره. کامنت کردی؟ آره. اگه همین الان وارد لینک زیر این ویدیو بشین میتونین شامل تخفیف‌های 100% پکیج ما بشین. هورا! فقط کافیه که دیسکورد رو نصب کنین، برین داخلش اکانت بسازین، وارد لینک این زیر بشین، جوین چنلمون بشین و بریم تو قسمت سوالای متبادل شیفتینگ و سوالاتونو بپرسین. متبادل شیفتینگ و سوالاتونو بپرسین. سوالا اینجا هست و حالا میبینی که خیلی سریع به سوالات میرسی. باورم نمیشه. ماریا دستサブスクライブやでとなれはライクベコーニャありがとうあじざみ。به دنیای هوپیدوپی خوش اومدید. دنیای تصورات و رویاهات. یالی پالی خوش اومدید به هوپیدوپی وار، دنیای خودتون. چطوری برای کپاشی هوپیدوپی حالتون خوبه؟ امیدوارم محشر باشه. از اونجایی که سوالات شیفت خیلی زیاد، همین سوالات من معمولا به صورت تک به تک توی کامنت ها توی دایرکت ها جواب میدادم، ولی اومدیم یه کاری کردیم. دنیای هوپیدوپی الان یه دیسکورد داره و اونجا میتونیم خیلی راحت به این سوالات دسترسی داشته باشین که احتمالاً میتونم بگم 99% سوالات هنوز اونجا هست. اگه لینک ویدیویی اگه چیزی نیازه حتما اونجا لینک شده و اگه سوالی دارین که هنوز جواب داده نشده میتونید خیلی راحت به ادمینا بگین که سریع من انتقال بدن تا جوابشو اونجا بذارم. و همچنین ماریا، همچنین بچه، فقط این نیست، از الان میتونیم دیگه کلی با هم اونجا رول پلی بازی کنیم، در نظرتون در مورد انیما بگیم، انیمیشن رو نقد کنیم و در موردشون بگیم، از این کارا که خوشم نمیاد. و اونجا مستقیما شیفترهای موفق هستن، میتونین گپ بزنید با شیفترهای موفق و همینطور مستر شیفترها هستن، میتونین اگه شیفترین میتونین باشون صحبت کنید که چطوری میتونیم خیلی راحت فقط با یه مدیتیشن ساده و فقط با یک تمرکز ساده شیفت بشین و کلا خیلی خوش میگذره اونجا. قراره خیلی خوش بگذره بهمون، خیلی خوش میگذره. پس حتما دیسکورد نصب کنیم، بیاین داخل دیسکورد و همه سوالا اونجا هست، مثل اینکه کلون چیه، چطوری شیفت بشیم، از چرا شیفت نمیشی، قدم‌های مهم داخل شیفت و کلی سوال دیگه که همشون جواب نمی‌شده. پس توی دیسکورد میبینمتون. واسه اونجا ما کلی رول مختلف داریم و همچنین به کسایی که همیشه فعال هستن و کامنت میذارن رولای مخصوص میگیم و مرسی که هستین واسه حمایت و دونیت و هم. فقط بچه‌ها این نرس‌ها رو آبم حتما دانلودش کنین. قد و وزن و سن و جنسیتتون رو میگیره و میگه که شما در روز چقدر آب نیاز دارین، که میدونین که سوخت مهم شیفت آب و انرژی هستش و خیلی خیلی براتون مفیده. و همینطور من یه روتینم همینجا براتون معرفی میکنم. هر 3 روز تمرین شیفت انجام بدین، یعنی هر 3 روز یک متدی که دوست دارین رو انجام بدین. تو روز اول
اسکریپت رو مرور کنین، آب بخورین، تو روز دوم اسکریپت رو مرور کنین و ژورنال ببینین و کاری که انیمه که میخواین برین یا جایی که میخواین برین رو همش تصور کنین. تو روز سوم تمرین کنین و روتینتون رو هیچ وقت ول نکنین. بچه‌ها اگه شما حتی واسه یه هفته فکر کنیم مثلا ول کنیم برگردین، همین ضربه میزنه. اصلا شل سفکو نباشین، هی برین هی برگردین هی برین برگردین، نه، محکم بچسبین بهش، نه اینکه وابسته‌اش باشین. با قانون رهایی خیلی آزاد روتین رو انجام بدید و هیچ وقت ولش نکنید. اگه مثلا شما میگین آقا من 1 سال تلاش میکنم، آیا واقعا شما 1 سال هر 3 روز یک بار مرتب دارین تلاش میکنین با انرژی خوب، یا اینکه هی ول میکنین هی برمیگردین سمتش، هی ول میکنین هی برمیگردین سمتش؟ چون این نکته خیلی مهمه. کلی نکته توی دیسکورد گفتم و ماریا کامنت کنید که عاشق ماری. نمیدونم چه سودی به نفع من داره ولی کامنتش کن. قلبتون شاد، تنتون سلامت. مثلا پالیالی میخوایم بریم دیسکورد با هم گپ بزنیم؟ بزن بریم. 3 2 1 هنوز جواب سوالتو نگرفتی؟ آره. نمیدونی شیفت چیه؟ آره. نمیدونی متد چیه؟ آره. نمیدونی چطوری باید راحت متد خودتو بسازی؟ فکر کنم با تلاش میگم نه. خب همین الان وارد لینک پایین این ویدیو بشید، میتونین شامل اگه تو بمونی همیشه با من، میشه فردای هر دومون روشن. به آسمون نگاه کن، قمر رو از دلت جدا کن. چه خوبه من و تو با هم شدیم، ما فرقی نداره کجای دنیا. اگه با من بمونی با هم میریم رو به فردا. از رویاهات تو اگه بمونیم با هم، ازمون دور میشه قصه و غم. من و تو همه یه روزای خوب مال ماست. میدونم اونجا خوشبختی اینجاست. من و تو انیمیشن بچهای بعدم ببینیم، خیلی قشنگه. من بعد از این همه سال تازه انیمیشن به دلم نشست از دریم ورکس. یه بار دیگه دریم ورکس نشون داد که هنوزم امیدی به نسل جدید انیمیشن ها هست.